به کانال پرایم آلمانی خوش آمدید. امروز قرار است که ما و شما درس اول خود در دوره فراتر از یوتیوب پرایم آلمانی داشته باشیم در سطح آ1. و در این درس قرار است که ما و شما حروف الفبا را یاد بگیریم، ضمایر فاعلی را یاد بگیریم، آرتیکل ها را یاد بگیریم، صرف افعال و در آخر ویدیو قرار است که قادر به جمله سازی به صورت ساده در زبان آلمانی باشیم. از اول تا آخر ویدیو نکات بسیار مهم صحبت شده و توضیح داده شده و اگر میخوایی که به درستی یاد بگیری و وقت تو هدر داده نشه پس ویدیو را تا آخر ببین. خب در زبان آلمانی ما 26 حرف الفبا داریم. در پهلوی حروف الفبا که حال یاد میگیریم حروف ترکیبی هم داریم که بازونا یک صدای مشخص میدن. بیم که حروف الفبا را اول یاد بگیریم، بعد از من شما هم تکرار بکنیم. آ آ ب ب س س د د ا ا اف اف گ گ ها ها ای ای یوت یوت کا کا ال ال ام ام ان ان او او پ پ کو کو ال ال اس اس ت ت او او فاو فاو و و ایکس ایکس اپسیلون اپسیلون زد زد. خب اینا حروف الفبا بود در زبان آلمانی. ما در این حروف الفبا چند حرف صدادار داریم که یکیش آ هست، دومیش ای هست، ا او او آ ا ای او او آ ا ای او او. خب بریم بیشتر با حروف صدادار و حروف ترکیبی آشنا شیم. خب حروف صدادار که یاد گرفتیم آ ای ای او او و ما در کنار حروف صدادار خود داریم حروف اوملاوته که اگر روی حرف آ دو نقطه بیایه صدایش تغییر میکنه و به این حرف اوملاوت گفته میشه، یا اگر بعد روی حرف او دو نقطه بیایه صدایش تغییر میکنه و حرف اوملاوت گفته میشه. به این سه دانه حروف اوملاوت گفته میشه که در مثالا بهتر و واضحتر میشه. این آ ای ای آ بود، این میشه ای او 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 او. بیایم که با مثالا بهتر یاد بگیریم. داریم آپفل آپفل که با حرف صدادار آی ما آمده. در کنار از این داریم کلمه یا اسم اپفل
apfel äpfel apfel äpfel سیب سیب ها با حرف آ آمده صدایش میشه apfel با حرف ای اوملاوت آمده صدایش میشه تلفظش äpfel و حرف او با حرف او مثال میزنیم بون و در کنار از این داریم کلن ببینیم که فرق متوجه شویم بون کلن او خب با حرف او مثال میزنیم داریم اوبن در کنار از این میتونیم بگیم üben تلفظ حروف املاut برای ما و شما فارسی زبان ها مشکل است یعنی در اوایل مشکل می باشه ولی اگر تمرین زیاد داشته باشیم روی تلفظ خوب بهتر میشه و میتونیم که به درستی تلفظ بکنیم خب میریم حال حروف ترکیبی را یاد میگیریم خب حروف ترکیبی را یاد میگیریم وقتی که دو حرف با هم در زبان آلمانی بیایه میتونه که یک صدای خاص بده و ما اکثر از اونا را یاد میگیریم که مهمترین نایشان امروز نوشته کردیم اینجا روی تخته ببینیم آ و او صدای آو را میده تکرار کو آو مثل آوگه آوگه داریم ای اوملاوت و اوی اوملاوت او صدای چی را میده اوی اوی مثل اویگلاین اگر تخته قبلی را نوشته نکردیم تخته قبلی را حتما نوشته بکنیم و ای را باز ادامه بدیم اوی ای و او صدای اوی را میده اوی مثل هویته آ و ای هم صدای اوی را میده صدای آی را میده مثل مای یا ای و ای را داریم صدای آی را میده ماین هر دویش یک صدا را میده حرف ای و ای را داریم میبینیم اینجا ای اول آمده بعد ای آمده صدای آی را داده اگر به این شکل بود صدای آی را میده اگر جایشان تغییر کرد ای اول آمد و ای دوم آمد صدای ای را میده ای مثل لیبه حرف اس س ها را داریم صدای ش را میده در زبان آلمانی ش مثل شون حرف اس و پ را داریم صدای شپ را میده که خیلی ها این را اشتباه تلفظ میکنن به عنوان مثال داریم اینجا شپریشن خیلی ها این را میگن اشپریشن اشپ نیست شپریشن آفرین صدای اس و ت را داریم ای هم مثل از این صدای اشپ میداد این صدای شت مثل student خیلی ها میگن student غلط است student حرف ان و گ را داریم که ای اگر در آخر یک کلمه بیایه صدای مثل اینجا مثال میزدیم لنگ صدا نمیده لنگ نه صدا میده لنگ نه لنگ س و کا را داریم صدای ک میده باکن حرف اس تا داریم صدای س میده ای
مثل که دو دانه اس باشه صدای دو دانه اس میده. شتغاسه شتغاسه. سعی کنیم ما گفتیم که ای اس و ت که هست اینجا صدای شت میده نه. این هم یک مثال دیگه است. شتغاسه اشتغاسه نه شتغاسه. حرف ت و د داریم که ای هم اگر ت و د اگر در ت و د نه د و ت داریم اینجا اشتباه شده. د و ت داریم که اگر در آخر یک کلمه بیایه صدای ت را میده د نمیده. ببینیم اشتدت نمیگیم اشتد اشتد اشتدت نمیشه اشتدم نمیشه اشتد اشتد. خب ما یک حرف ترکیبی دیگه هم داریم که او چند صدا داره که او هم حال همراه شما با هم یاد میگیریم. خب حرف ترکیبی س و ح را داریم که دو صدای مهم از او را یاد میگیریم. یک صدای خ میده بعضی از مواقع صدای ش. اگر بعد از حرف ا او او بیایه صدای خ را میده. به عنوان مثال اینجا بعد از حرف ا اومده صدای خ میده لاخن لاخن. و اینجا بعد از صدای او آمده صدای چی میده؟ تلفظ کن بخوان. باوخ باوخ. اینجا به عنوان مثال بعد از حرف او آمده صدای خ را میده دوباره. ایران بخوان مخته مخته. و اگر بعد از این حروف بیایه تخته را حتما نوشته بکنیم. اگر بعد از این حروف بیایه صدای ش را میده. صدای ش مثل از این حرف قبلی که یاد گرفتیم س اس س ها که با هم می آمد صدای ش را میده. به این صورت صدای ش را نمیده. این صدای ش را میده. این حرف س و ها صدای این رقم یک صدا میده که زبان به سقف دهان میخوره. این را باید زیاد تمرین بکنیم. زبان به بالای دهان میخوره. به عنوان مثال بعد از حرف او آمده صدای ش میده. مشته مشته مشته. یا اینجا بعد از حرف ای آمده میشه لشت لشت لیشت نمیشه لیشت نه لشت لشت. یا اینجا داریم حرف ای و ایره صدای آی میداد لشت لشت لشت. ایره تو بخوان اشت اشت. سخت است تلفظش باز با تمرین یاد میگیریم. و حرف ضمیر فاعلی اش را داریم که به معنای من من اش اش من. ای را خیلی ایش تلفظ میکنن که ای هم اشتباه. بعد به این صورت تلفظ شه به شکلی که اول گفتم زبان به بالای دهان میخوره. ای را زیاد تلفظ بکنیم در همه اول میتونیم که با آسونی یاد بگیریم. اش 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 اش. خب یک قانون دیگه را یاد میگیریم که بر تلفظ کلمات مهم است. اگر ما در یک کلمه ما یک ام یک ال یاد شما است به این شکل بودی ال خورد هست. یک ال یک ان بیایه یک صدای متفاوتی را میده. اگر دو دانه بیایه از هر کدام صدای متفاوتی را میده. چطور بفهمیم؟ ببینیم اگر یک ام بیایه روی حرف صدادار قبلی خود بسیار تاثیر داره. حرف صدادار قبلی خود کشیده تر میکنه کشیده میکنه طولانی تر میکنه. مثل دیم. این دیم خوانده میشه با یک ام ختم شده یا یک ام داره. به عنوان مثال ای دم خوانده میشه
دو ام آمد، حرف صدادار قبلی را کوتاه‌تر کرد، شد دم. یک ام آمد، حرف صدادار قبلی را طولانی کرد، شد دیم. دم دیم دم. ببینیم اگر که یک ال هم بیایه به همین شکل هست. به عنوان مثال داریم حرف پولن و پولن. پولن پولن شد. دو ال حرف صدادار قبلیش که او هسته کوتاه‌تر کرد و اینجا حرف صدادار قبلش طولانی تر هست. ببینیم پولن 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 پولن. یا دو ان به عنوان مثال به همین صورت اینجا یک ان داریم، میشه چی؟ تلفظ کن. دن دن. و اگر دو ان داشت در آخرش یا در همون کلمه، صدای حرف صدادار قبلیش کوتاه‌تر میشه، مثل دن دن دن. چی شد پس؟ یک بار دیگه مرور میکنیم. اگر یک دانه بود صدای حرف صدادار قبلیش طولانی تر میشه، اگر دو دانه بود کوتاه‌تر میشه، مثل دیم دم، پولن پولن، دین دن. خب این هم یک قانون دیگه بود که یاد گرفتیم در باره تلفظ کلمات. ببینیم ما اگر حرف ای و گ داریم در آخر یک کلمه، اگر این دو حرف بیایه صدای س را میده. باز دوباره مثل حرف س و ها را که داشتیم صدای س را میداد، ای هم اگر در آخر کلمه بیایه صدای س را میده. به عنوان مثال داریم لستش لستش لستش، صدای س را میده. حروف الفبا را یاد گرفتیم، حروف ترکیبی را یاد گرفتیم، حروف صدادار را یاد گرفتیم، خواندن و نوشتن تا حد یاد گرفتیم. میریم ضمایر فاعلی و موضوعات بعدی خود یاد میگیریم. کسایی که تخته دوباره من تکرار میکنم نوشته نکردین، اسکرین شات نگیرین، نوشته بکنین روی کتابچه خود و یک وقفه 10 دقیقگی هم بدیم، ذهن خود یک استراحت بدیم و دوباره درس ادامه بدیم یا هر چقدر که ذهن شما نیاز به استراحت داشته باشه. در ویدیو 10 دقیقه و رقم خالی نمیمانه. خب ویدیو کد میخوره و از همون قسمت ضمایر فاعلی شروع میشه. خب 10 دقیقه وقفه دادیم، استراحت کردیم، انرژی گرفتیم و بیایم که با انرژی هم درس خود ادامه بدیم. در این قسمت درس قرار بود که ما و شما ضمایر فاعلی را یاد بگیریم. کسایی که با زبانهای خارجی دیگه آشنایی دارن معنی ضمیر و ضمایر میفهمن و کسایی که ندارین. میبینیم ضمیر کلمه ای است که در جمله از تکرار اسم جلوگیری میکنه و جانشین اسم میشه. به عنوان مثال با فارسی یک مثال میزنیم. احمد امروز مریض است. احمد به مکتب نمی رود. خب ما هیچ وقت در زبان فارسی دو بار نمیگیم احمد. وقتی یک بار گفتیم احمد امروز مریض است، دوباره نمیگیم احمد به مکتب نمی رود. میگیم احمد امروز مریض است، او به مکتب نمی رود. اما اویی که ما به جای احمد در اینجا استفاده میکنیم ضمیر احمد میشه. او یا من، تو، شما، آنها. مثال اگر بگیم احمد و محمود امروز مریض هستند، دوباره نمیگیم احمد و محمود به مکتب نمی روند. میگیم احمد و محمود امروز مریض هستند، آنها به مکتب نمی روند. همون آنها جانشین احمد میشن در جمله. خب
ضمایر فاعلی خود یاد میگیریم در زبان آلمانی. اینجا داریم اش که به معنای من در زبان آلمانی. اش، من. دو، تو. ایا در زبان فارسی ما میگیم او. به اوی زن هم میگیم او، به اوی خونسا هم میگیم او، به اوی مرد هم میگیم او، به هر سه میگیم او. ولی در زبان آلمانی ما ضمیرهای مشخصی را داریم برای هر کدامش. اگر مرد بود، اگر احمد بود میگیم ایا. اگر زن بود میگیم زی. ایا اوی مرد، زی اوی زن، اس اوی خونسا یا اوی بیجان. داریم ویا به معنای ما، ایا شمای جمع. شمایی که ویدیو رو میبینین، درس میبینین، چند نفر هستین، شما ایا میشین، شمای جمع. زی آنها، یک زی دیگه داریم که به معنای شمای رسمی. شما مثال همراه یک کسی که بیگانه است، نمیشناسید، صحبت بکنین، از شما استفاده میکنین، نمیگیم اسمت چی است، میگیم اسم شما چی است. یا همراه رئیس خود صحبت میکنی، میگی شمای رسمی به این معنی، شمای نزاکتی، شمای رسمی، شمای محترمانه میگیم. و شمای رسمی همیشه در جمله، حتی اگر در آخر جمله، در وسط جمله هم بود، با حرف کلان میایه. دیگه از اینا در وسط جمله با حرف کوچک میایه و اگر در اول جمله آمدن با حرف بزرگ نوشته میکنیم. فقط در اول جمله با حرف بزرگ، و اگر زی رسمی بود در هر جا که نوشتیم با حرف بزرگ نوشته میکنیم. و طریقی که ما و شما قرار است که اینا رو یاد بگیریم و در صرف افعال از اینا استفاده بکنیم و شما توضیح میدم، به خاطر از اینکه باز ما با امو روش پیش میریم و شما باید با روش بلدیت داشته باشید. ببینیم ما نوشته میکنیم اش، من. دو میشد تو. ایا اوی مرد، زی اوی زن، اس با هم نوشته میکنم در روی تخته. از این بعد به می شکل ببینین. ایا زی اس، ایا زی اس. وی را تنها نوشته میکنیم، ایاره هم به می شکل. زی آنها و زی جمع، زی رسمی، شمای رسمی را با هم نوشته میکنم در بخش صرف افعال، که باز در اونجا باز دلیلش شما میفهمین. خب بالاخره رسیدیم به صرف افعال در زبان آلمانی. یعنی یک فعل چگونه صرف بکنیم. چگونه بگیم من می آیم، ما می رویم، آنها می نویسند، ما می خوانیم، او می رود. اینا رو چطور با آلمانی بگیم؟ بیایم که یاد بگیریم. ببینیم افعال در زبان آلمانی به دو دسته تقسیم میشن. افعال با قاعده داریم، افعال بی قاعده داریم. که ما در این درس افعال با قاعده را یاد میگیریم. افعال با قاعده افعالی هستند که یک قانون و قاعده مشخص دارن برای از اینکه صرف بشن. ولی افعال بی قاعده یک قانون مشخص ندارن، که او هم آسان است. ما در درس بعدی او را به صورت آسان یاد میگیریم، یعنی او در درس دوم هست. و برای از اینکه ما فعل خود صرف بکنیم نظر به ضمایر خود، مثال داریم اینجا فعل کامن. کامن به معنای آمدن. برای از اینکه فعل خود صرف بکنیم، ما مصدر فعل خود پیدا میکنیم. در زبان آلمانی فعل به دو قسمت تقسیم میشه: قسمت مصدر و قسمت ریشه فعل. خب در زبان فارسی ما داریم رفتن، آمدن، گفتن، شنیدن. هم دن یا گفتن، مثلا تن و دن آخرش مصدر فعل هست که او فعل مصدر میسازه. و در زبان آلمانی هم ما این آخره که داریم مصدر فعل ما است.
و برای از اینکه فعل خود صرف بکنیم بگیم من میآیم، بعد مصدر اول پیدا بکنیم. کامن مصدر گفتیم چی است؟ ای و این آخر است. مصدر خود که پیدا کردیم حذف میکنیم. مصدر که حذف کردیم ریشه فعل ما میمانه. ریشه فعل ما اینجا چی است؟ کام. کامن مصدر حذف شد، کام ماند. ما کام اینجا نوشته میکنیم و برای از اینکه بگیم من میآیم از پسوند ای استفاده میکنیم. برای اش ای استفاده میکنیم و در آخر فعل خود به جای مصدر میاریم. مصدر حذف کردیم، کام ماند، اینجا در آخر پسوند خود میاریم، اش کومه. به همین قسم اگر بخوایم بگیم تو میایی، ریشه را نوشته میکنیم در آخر استی. اگر او میآید، اینجا که در قسمت قبلی گفتم ای از زی اس با هم نوشته میکنیم چون طریقه صرف فعلشون یکی هست و زی آنها و شمای رسمی هم به یک شکل صرف میشن. اشکومه دو، دوباره ریشه فعل نوشته میکنیم کام. تو میایی میشه دو کومست. دو کومست. خب ای از زی اس او می آید، اوی مرد، اوی زن، اوی بیجان یا خونسا، چه اضافه میکنیم در آخر؟ اینجا گفت نوشته است ت. ای از زی اس کومت. ای کومت، زی کومت، اس کومت. ویا ما، اگر بگیم ما می آییم، دوباره ریشه فعل خود نوشته میکنیم. چی گفته در آخر بعد اضافه کنیم؟ ای و این اضافه کنیم. کومن. یا به عنوان مثال داریم ایا، یعنی شما، شمای جمع که چند نفر بودین. اگر بخوایم بگیم شما میایید، گفته چی اضافه میکنیم در آخر فعل خود؟ ت. یا کومت. و اگر بخوایم بگیم شمای رسمی، شما میایید، آنها میآیند، گفته در آخر چه اضافه میکنیم؟ ای و این اضافه میکنیم. کامن. زی کامن. زی کامن. خب چی گفتیم؟ مصدر حذف میشه، ریشه فعل میمونه، ریشه رو نوشته میکنیم، نظر به این پسوندهایی که دادیم فعل خود صرف میکنیم. بعضی از استادا میگن که این دو ضمیر زی آنها شمای رسمی و ویا که صرف نمیشه، فعل به همون قسم میایه. چون ما اینجا کامن داشتیم، اینجا هم ویا کامن شد، ولی ما او رقم نمیکنیم، فعل صرف میکنیم. برای ویا ما همیشه این اضافه میکنیم و حتی میتونیم بگیم که فعل به همون صورت میایه ولی صرف میشه، یعنی در آخر این اضافه ما اضافه میکنیم، نه که صرف نشده مستقیم فعل نوشته کنیم. میگیم ما صرف کردیم. کامن، ویا کامن، زی کامن. خب این را شما صرف بکنیم. تخته را یک دقیقه استاپ کنیم، ویدیو را نوشته بکنیم به همین شکل، بعد درس ادامه بدیم. خب اگر نوشته کردیم ببینیم در فعل گهن مصدر ما چی است؟ ای و ان هست. ای و ان مصدر خود حذف میکنیم، ریشه فعل ما میمونه. ریشه فعل ما چی است؟ گ. در کل از اینا نوشته میکنیم. گین به معنای رفتن، کومن آمدن، گین رفتن، وونن زندگی کردن، اقامت داشتن، ساکن بودن، لیبن هم زندگی کردن میشه. خب ببینیم اگر بخوایم بگیم که من میروم چی میشه؟ چه اضافه میکردیم در آخر ریشه فعل خود؟ ای اضافه میکردیم. اشگه دو چه اضافه میکنیم؟ بگو. دو گست. آفرین. ای از زی اس او، اوی زن، اوی مرد، اوی بیجان یا اوی خونسا،
چی میشه؟ او میرود. er geht. sie geht. es geht. در آخر ت اضافه میکردیم. برای wir ما در آخر چی اضافه میکنیم؟ n. wir gehen. wir gehen. برای ihr شمای غیر رسمی چی اضافه میکردیم؟ ت. اگر بخوایم بگیم شما میایید، شما میروید، چی میگیم؟ ihr geht. sie شمای رسمی آنها. اگر بخوایم بگیم آنها میروند، شمای رسمی شما میروید، چی میشه؟ این اضافه میکنیم. sie gehen. sie gehen. وانه شما صرف بکنیم در کتابچه. امیال در کتابچه صرف کن، بعد از دوباره باز ما ادامه میدیم. خب اگر نوشتی ویدیو را استوب کو، باز صرف کن. و اگر نوشتی ما چی میکردیم اینجا برای صرف فعل؟ زندگی کردن. گین اینجا معنی هایشان هم نوشته میکنم. رفتن، زندگی کردن، ساکن بودن. هر دو وونن و لبن یک معنی را میده. جا نیست اینجا برای نوشتن. زندگی کردن. گندام نوشته شد. کامن آمدن، گین رفتن، وونن زندگی کردن، لبن زندگی کردن. خب وونن اگر بخوایم صرف بکنیم مصدر فعل ما چی است؟ ان. ای و ان حذف کردیم، چی موند؟ وون. وون. وهنن نمیگیم، ای تلفظ نمیشه. وونن. خب وون موند. وون موند در تمام جدول نوشته میکنیم. وون. خب اگر بخوایم بگیم من زندگی میکنم، ریشه رو نوشتیم، چه اضافه میکردیم در آخر؟ ای. اشوانه. برای دو چی نوشته میکردیم در آخر؟ استی. وونست. دو وونست. تو زندگی میکنی. او زندگی میکند. فرق نمیکنه اوی مرد، اوی زن، اوی خونسا. ازی اس وونت. وونت. ت اضافه کردیم. ما زندگی میکنیم، چه میشه؟ wir wohnen. شما زندگی میکنید. شمای غیر رسمی یا شمای جمع. یه نیاز نیست که نوشته کنم، بازم نوشته میکنیم شمای جمع. شما زندگی میکنید، چه اضافه میکنیم در آخر فعل؟ ت اضافه میکنیم. ihr wohnt. sie آنها. sie شمای رسمی شما زندگی میکنید. شما آنها زندگی میکنند. شما بیخی میکس شد. شما زندگی میکنید، آنها زندگی میکنند. sie wohnen. sie wohnen. لبن صرف کن. حاله لبن ویدیو را استاپ کن، لبن صرف کن، دوباره ویدیو را پلی کن و ادامه میدیم. خب لبن اگر صرف بکنیم چی میکردیم؟ ریشه فعل حذف میکنیم. چی میمانه؟ لب. لب میمانه. لب دوباره نوشته میکنیم. لب. خب ریشه فعل ما ماند. برای ایش چی میگفتیم؟ نوشته کردید دیگه، بخوان. برای ایش چی میگفتیم؟ ایش لبه. ایش لبه. دو لبست. استی اضافه میکردیم. آفرین. فکر کنم دیگه مثال چهارم کامل یاد گرفتی. ازی اس لبت. آفرین. ویا نمیگیم، ویا. بعضی اینا ویا تلفظ میکنن. ویا لبن. آفرین.
برای از این چی میگفتیم؟ یا شمای جمع. آفرین. یا lebt. زی آنها یا شمای رسمی. شما زندگی میکنید، آنها زندگی میکنند. چی میگفتیم؟ بخوان. زی لبن. آفرین. خب صرف افعال یاد گرفتیم، 4 مثال زدیم، یک چند مثال دیگه هم میزنیم. بعد از او یک موضوع کوتاه داریم و میریم سر جمله سازی و درس خود با جمله سازی تمام میکنیم و در آخر درس قادر به جمله سازی در زبان آلمانی خواهیم بود. سه فعل دیگر هم صرف میکنیم که کامل دیگه صرف افعال یاد بگیریم. فعل arbeiten داریم. arbeiten، hören، machen. arbeiten به معنای کار کردن، hören به معنای شنیدن، machen به معنای انجام دادن، hören به معنای گوش دادن هم میشه. فعل arbeiten ویدیو را استاپ کن، صرف کن، بعد ادامه میدیم. اگر بخوایم فعل arbeiten صرف بکنیم چی میشد؟ ریشه فعل حذف میکردیم، نه؟ چه میمانه؟ مصدر فعل حذف میکردیم، ریشه فعل میماند. چی موند؟ arbeit ماند. نوشته میکنیم arbeit کلگی. خب فعلا نیمی رقم پیش میریم. اش چه میشد؟ arbeit. ای اضافه میشد در آخر. برای تو کار میکنی چی میشه؟ دو. احتمالا که این رقم نوشته باشید. به این شکل اشتباه هست چون که تلفظ سخت میشه در زبان آلمانی اگر اس و ت پیش هم بیای. arbeit تلفظ میشه که اشتباه هست و به همین خاطر اگر ت و اس به این شکل در صرف افعال ما بعد از ت بعد استی دو می آمد، ما در بین از اونا یک ای اضافه میکنیم، میگیم دو آربایت است. قوانین دیگه هم مثل از این وجود داره که اینا رو در یک درس یاد نمیگیریم. در درسای بعدی وقتی که همون افعال یاد گرفتیم و با او افعال مثال زدیم راحت‌تر و بهتر یاد میگیریم چون گیج کننده میشه موضوع. اش آربایت، دو آربایت است. ای از زی اس احتمالاً که به این شکل نوشته باشی آربایت، یک ت اضافه کرده باشی پلوش، دو دانه ت میشه. بازم نمیشه. در بین ازی هم دو دانه ت اگر پیش هم می آمد در صرف فعل نظر به ضمیر ای از زی اس ما یک ای اضافه میکنیم. او کار میکند، اوی مرد، اوی زن، زی arbeitet، اس arbeitet، اوی خونسا. ما کار میکنیم چی میشه؟ این درست نوشتی. arbeiten، wir arbeiten. شما جمع کار میکنید چی میشه؟ این را مثل ایازیس نوشته بودی که او هم اشتباه هست، میشه ihr arbeitet. ihr arbeitet. ت که می آمد در آخر ولی ای باید بیایه چون دو ت پیش هم نمیایه. یا آنها یا شمای رسمی، شما کار میکنید، آنها کار میکنند چی میشه؟ بگو. Sie arbeiten. Sie arbeiten. میبینیم شما که پیش خود میخوانیم یا وقتی که من میگم بخوان، خب من معلوم است که صدای تو را من نمیشنم ولی همون خواندنت برات تمرین میشه که تلفظت بهتر شوه و زبانت با تلفظ این کلمات عادت بکنه. خب فعل هوغن صرف بکن. خب فعل هوغن اگر صرف کردیم ادامه میدیم. من گوش میدهم، من میشنوم چی میشه؟ ich höre. ich höre. دو چی گفتی؟ بخوان. دو آفرین. دو hörst. درستی.
رنگ سرخ بنویسیم. خب او گوش میداد، اوی زن، اوی مرد، اوی خونسا چی میشه؟ he is hurt. آفرین. یک تی اضافه میکنیم، مصدر حذف کردیم دیگه، درسته؟ ماند. غیره دیگه شاید یاد گرفته باشی، چند مثال شد، آسان هم است. ما میشنویم، ما گوش میدهیم. ویا پس همون رقم میایه، ولی ما میگیم صرف کردیم فعلا. ویا هوغن در آخر ای و این اضافه میکنیم. شما میشنوید، شما گوش میدهید، شما جمع، شما چند نفر، شما صدای من را گوش میدهید. یا hören، pardon، یا hört. از یک طرف فعل صرف میکنیم، از یک طرف چند رنگ استفاده میکنیم. یکدم هیچ. زی شمای رسمی آنها. hören، آفرین. زی hören. فعل machen، یک فعل است که زیاد استفاده میشه از او. این هم صرف بکن، یا آسان است. خب صرف کردیم فعله، میگه من انجام میدم. اش mache. اش mache. چطور شد؟ مصدر هست شد، مخ ماند، مخ نوشته کردیم. پس وند ای که فعل نظر بهش صرف میکردیم در آخر ریشه فعل اضافه کردیم. اش mache دو machst. آفرین. بخوان وقتی که میگم دو چی میشه، بخوان پیش خود که عادت کری. دو machst. machst نه، خیلی از شاگردان میگن دو machst، یعنی در اول هم اشتباه تلفظی را دارن. دو machst. یا زی اس machet نه macht. یا زی اس macht. او انجام میداد. er macht، اوی مرد انجام میداد. زی macht، اوی زن انجام میداد. es macht، اوی بیجان انجام میداد یا اوی خونسا انجام میداد. دیگه اینا رو تکرار نمیکنیم چون فهمیدیم منطقشونه که هر سه به معنای او هست، فقط اوی مرد، اوی زن، اوی خونسا متفاوت میباشه و به یک شکل هم صرف میشه. wir machen. wir machen. wir machen. ما انجام میدهیم، شما انجام میدهید، شماها کار خانگی انجام میدهید، شما انجام میدهید چی میشه؟ یا macht. یا macht. آنها انجام میدهند، شما انجام میدهید، شما رسمی چی میشه؟ sie machen. sie machen. خب مثالای خودم زدیم در صرف افعال دیگه. فکر کنم که کلگی شما همگی شما یاد گرفتین و بعد از این میریم جمله سازی را در زبان آلمانی در این درس یاد میگیریم. قبل از اینکه جمله سازی را یاد بگیریم یک وقفه 10 دقیقه‌ای دوباره میدیم، ذهن خود استراحت بدین و دوباره درس ادامه میدیم. خب قبل از اینکه ما و شما جمله سازی را یاد بگیریم، بعضی نکات مهمی است که باید اونا را قبل از جمله سازی بدانیم. و ما در اینجا آرتیکل ها را یاد میگیریم. آرتیکل ها در زبان آلمانی به دو دسته تقسیم میشن: آرتیکل های معین، آرتیکل های نامعین. آرتیکل های نامعین را بعدا یاد میگیریم. در زبان فارسی ما آرتیکل نداریم، ولی در زبان آلمانی 3 دانه آرتیکل داریم: der، die، das. که اسامی که آرتیکلشون der هست مذکر هستند، اسامی که آرتیکلشون دی هست مؤنث هستند و اسامی که آرتیکلشون دس هست خنثی هستند. و مذکر و مؤنث که هسته فقط در انسان ها صدق میکنه. ببینیم اگر که مرد بود آرتیکلش دی همیشه
der من به عنوان مثال من مرد میشه در زبان آلمانی. der Mann، die Frau خانم. اگر زن بود آرتیکلش دی میشه چون مؤنث است، die Frau میشه. یا به عنوان مثال Bruder، برودر میشه برادر در زبان آلمانی و چون مذکر است آرتیکلش دیا میشه، دی برودر، دیا برودر. و اگر خواهر بخوایم بگیم در زبان آلمانی خواهر مؤنث هست آرتیکلش دی میشه، دی شوستا. شوستا به معنای خواهر در زبان آلمانی، دی شوستا. و ما باید هر اسمی که در زبان آلمانی یاد بگیریم با آرتیکلش یاد بگیریم. متوجه شدین؟ یعنی بدون آرتیکل فکر کو که من معنی نمیده، یا فراو به معنی زن نیست، باید دی فراو بگیم یا دی شوستا بگیم یا دی برودر بگیم. تنها برودر به تنهایی فکر کو که معنی نمیده، چون آرتیکل ها مهم است در جمله سازی. ما نیاز داریم که آرتیکل های اسما را بفهمیم. بیا به عنوان مثال اگر داریم ما و شما دکتر مرد آرتیکلش دی، دکتر زن آرتیکلش دی میشه. و چیزی که نکته که مهم است اینجا و میخوایم که توضیح بدم است که مذکر مؤنث فقط در انسان ها صدق میکنه، که مذکر و مؤنث فقط در انسان ها صدق میکنه و میتونه آرتیکل یک شیء خنثی دی باشه یا دی باشه. به عنوان مثال داریم تش. تش به معنای میز، der تش به معنای میز شیء است ولی آرتیکلش der هست، der تش. یا داریم دی تاشه، دی تاشه، دی تاشه به معنای کیف، بیک، آرتیکلش دی هست و مؤنث هست در زبان آلمانی. یا داریم das Buch، das Buch به معنای کتاب، کتاب خنثی است. یعنی این مؤنث مذکر فقط در انسان ها مهمه. در اشیا شما میتونیم بگیم دیتیش، یا حیوانات هم میتونه. مثلا کتزه داریم، دی کتزه به معنای پشک یا گربه، آرتیکلش مؤنث است. و دی هوند داریم به معنای سگ که آرتیکلش مذکر است. و دی پلورال داریم، دی جمع، که ای اسما دی تیش میز اگر بخوایم بگیم میزها آرتیکلش دی میشه، یا اگر دی تاشه بگیم آرتیکلش دی جمع میشه اگر بگیم کیف ها. یا اگر دست بوخ داریم اگر بگیم کتاب ها آرتیکلش دی جمع میشه. به عنوان مثال میگیم کتاب ها، دی بوشا، دی بوشا کتاب ها، کتاب ها. و اگر شاید کسایی که قبلا یک کم با زبان آلمانی آشنایی داریم، اگر جای دیگه بر شما گفتن که آرتیکل ها را بعداً یاد میگیرین یا طریقی است که شما آرتیکل های او اسما را حدس بزنید، بله طریقه ها هست، ولی بهتر است که در همون اول حفظ بکنیم. وقتی که دست بوخ کتاب، کلمه کتاب حفظ میکنیم به تنهایی بوخ حفظ نکنیم، با دست حفظ بکنیم. دست بوخ، فکر کن که بوخ معنی نمیده. هر وقت گفتید دست بوخ معنی کتاب میده ولی بوخ معنی نمیده. یا دی تاشه بمیره به می شکل حفظ کن، تاشه نگو، دی تاشه. کیف چه میشه؟ دی تاشه، تاشه نه. یا میز، دی تش میز میشه، تش به تنهایی میز معنی نمیده. به این شکل ما و شما باید با این نظریه پیش بریم. و در زبان آلمانی ببینیم اگر میخواستیم بگیم به سمت یک جا اگر میریم، این آرتیکل ها تمام شد. موضوع آرتیکل ها یک موضوع دیگر صحبت میکنیم. اگر بخوایم بگیم که به سمت، از نخ استفاده میکنیم، نخ به سمت. اگر میخوایم بگیم در، از این استفاده میکنیم به معنای در داخله، در داخله.
یا به عنوان مثال دیگه داریم aus به معنای از. اینا را فعلا به همین شکل ما و شما یاد میگیریم، ولی بعدا به صورت اصولی و اساسی در درسای بعدی یاد میگیریم، چون برای از اینکه کامل اینا را یاد بگیریم موضوعات دیگه هم هست که اونا را هم باید بفهمیم. پس اینا را فعلا به همین شکل یاد میگیریم و آرتیکل ها را هم خواندیم و میریم جمله سازی را شروع میکنیم. خب برای از اینکه ما شما بتانیم جمله بسازیم باید بعضی از لغات و کلمات یاد داشته باشیم که قادر به جمله سازی باشیم. و من این کلمات روی تخته نوشتم، میخوانم، بعد از من تکرار کن و در کتابچه خود بعد از اینکه تکرار کردی تمام شد نوشته کن، چون در وقت تمرین کردن باز نیاز است باید بیایی در عقب بیایی در ویدیو با پس برید در جایی که درس بود. همون را کلش از اول تا آخر در کتابچه نوشته کرده باش. سوهاوزه در خانه، سوهاوزه در خانه. ببینیم این ست که در اول خواندیم در حروف الفبا صدای ز نمیده، زوهاوزه نمیگیم. سوهاوزه در خانه، ناخهاوزه به سمت خانه. وقتی که به خانه میریم از ناخهاوزه استفاده میکنیم، اگر در خانه هستیم از سوهاوزه استفاده میکنیم. و منطق از این که اینا را چرا ناخوزه شده چرا سوزه شده را بعدا در درسای بعدی یاد میگیریم. فعلا به می رقم به شکل قالب یاد میگیریم. Die Hausaufgaben کارخانگی ها، Die Hausaufgaben. Die Musik موسیقی آهنگ. In der Küche به معنای در آشپزخانه، In der Küche. Das Handy تلفن گوشی موبایل، das Handy. heute heute امروز امروز. این را تلفظ کن ببینیم که میتونی. das Brot نان، das Brot نان. مثال میگیم یک چیز میخورم، یک چیز انجام میدم، از etwas استفاده میکنیم در زبان آلمانی. etwas معنای یک چیز، etwas. die Suppe دی زوپه و معنای سوپ، دی زوپه. اینا رو هم شاید بعضی از شما یاد داشته باشیم بعضی از شما یاد نداشته باشیم. دویچلند آلمان، دویچ زبان آلمانی میشه. üben üben و معنای تمرین کردن. خب اینا رو هم یاد گرفتیم، نوشته میکنیم در کتابچه و میریم جمله سازی رو یاد میگیریم. خب بالاخره رسیدیم به قسمت آخر و مهم درس اول خود که جمله سازی در زبان آلمانی است که یاد میگیریم چطور جمله بسازیم در زبان آلمانی. یک جمله در زبان آلمانی با فاعل شروع میشه. اوکی؟ از چپ به راست میریم با فاعل شروع میشه. اول ما فاعل خود نوشته میکنیم در جمله، بعد فعل میایه، فعل در حالت صرف شده میایه که ما صرف فعل یاد گرفتیم. بعد از فعل زمان، بعد مکان، بعد مفعول. کسایی که با معنی فاعل فعل مفعول آشنایی ندارن یک توضیح مختصر میدم. فاعل کننده کار هست، کسی که کار انجام میده. فعل همون کار است که انجام میشه، عمل انجام شده. مفعول چیزی است که ما روی از او عمل انجام میدیم، کار انجام میدیم. به عنوان مثال من امروز در خانه آلمانی یاد میگیرم. در این جمله کی آلمانی یاد میگیره؟ کی فعل انجام میده؟ ای عمل انجام میده؟ من میشه کننده کار یا فاعل. اوکی؟ یاد گرفتن میشه فعل ما. عملی که ما در اینجا انجام میدیم چی است؟ یاد گرفتن. من یاد میگیرم فعل ما هست، پس یاد گرفتن فعل میشه. امروز چی است؟ امروز زمان هست. در خانه مکان ما میشه. آلمانی هم
ما روی چی یک عمل انجام میدیم؟ روی زبان آلمانی چه کار میکنیم؟ آلمانی یاد میگیریم، میشه مفعول. آلمانی مفعول میشه. خب گفتیم که جمله را با چی شروع میکنیم؟ با فاعل. که فاعل ما اینجا چی بود؟ من. میگه من، با آلمانی میگه من در خانه امروز آلمانی یاد میگیرم. من در زبان آلمانی چی میشد بیشتر خواندیم؟ اش. جمله خود با حرف کلان شروع میکنیم همیشه. اش. خب فعل ما چی است؟ بعد از فاعل فعل میآید. فعل ما در این جمله چی است؟ یاد گرفتن. من یاد میگیرم. lernen یاد گرفتن میشه به زبان آلمانی. اینجا نوشته کردم lernen یاد گرفتن. اگر بخوایم بگیم من یاد میگیرم میشه ich lerne. صرف میشه فعل. درست است؟ اینجا نوشته است که صرف باید شوه فعل صرف شده، یعنی فعل باید صرف شوه نظر به ضمیر یا فاعلی که اینجا است. اگر دو بود میشد لرنست، استی در آخر می آمد، ولی چون ایش هست شده ایش لرنه. اوکی. بعد از فعل چی آمده؟ زمان. زمان ما چی است؟ امروز. در تخته قبلی که لغات نوشته کردم در کتابچه خود نوشته کردی، امروز چی میشه؟ heute. ich lerne heute. بعد از اون مکان ما میایم. مکان ما چی است؟ در خانه. در خانه چی میشد؟ نوشته کردی میشد zu Hause. چی میخوانم در خانه؟ مفعول ما چی است؟ Deutsch. آلمانی. اینجا خود نوشتم، در کتابچه نوشته است Ich lerne heute zu Hause Deutsch. به می سادگی میتونه که ما یک جمله بسازیم. گفتیم فعل در اول میایه، فاعل در اول میایه. فاعل ما چی بود؟ من میشد اش. بعد از اون فعل صرف شده ما میایه. فعل صرف شده ما چی است؟ lerne. یاد گرفتم. من یاد میگیرم. ich lerne. اوکی. امروز زمان ما است. ich lerne heute. من امروز یاد میگیرم. در کجا؟ در خانه. ich lerne Deutsch. ich lerne heute zu Hause. من امروز یاد میگیرم در خانه. چی یاد میگیرم؟ مفعول ما چی است؟ Deutsch. ich lerne heute zu Hause Deutsch. خب مسائل بعدی رو نوشته میکنیم. اینا رو شما نوشته کنیم. مسائل را که میگم فرمول داریم، لغاتی که قرار است استفاده کنیم داریم. مسائل را من میخوانم. فارسی جمله را در کتابچه نوشته کن. بعد از روی فعلا در درس اول به این شکل ما و شما پیش میریم و جمله سازی میکنیم. جمله اولی که میگم نوشته کن. من امروز، فارسیشه در کتابچه بنویس. من امروز در خانه کار خانگی ها را انجام میدهم. من امروز در خانه کار خانگی ها را انجام میدهم. ویدیو را استاپ کن، نوشته کن. هر وقت که تمام کردی ویدیو را دوباره ادامه بده. خب شاید اول برات یکم سخت بوده، ولی چون جمله اول بود مشکل نیست. تخته قبلی را که مثال که زدم با فرمولم او را نوشته کن در کتابچه. ببینیم. گفته مثال ما ای بود من امروز در خانه کار خانگی ها را انجام میدهم. اوکی. جمله ما با چی شروع میشه؟ با فاعل. فاعل در این جمله چی است؟ کی عمل انجام میده؟ من. پس فاعل نوشته میکنیم. من. ایش. چی کاری را انجام میدم؟ گفته کار خانگی را انجام میدم. انجام دادن است فعل ما. فعل ما میایه نظر به ایش صرف میشه. فعل ما چی بود؟ انجام دادن. machen. اگر تخته قبلی را نوشته کرده باشی در از روی کتابچه میتونستی که ببینی ایش mache. اوکی. بعد از فعل ما چی میایه؟ زمان میایه. نه؟ انال اگر بگیم من امروز انجام میدهم ich mache. امروز چی میشد؟ heute. ich mache heute. اوکی. من کار خانگی را در کجا انجام میدم؟ در خانه. من میگیم من انجام میدم در خانه. ich mache heute. امروز در خانه میشد zu
Hause. Ich mache heute zu Hause. من امروز انجام میدم در خانه. چی را انجام میدم؟ مفعول ما چی است؟ روی چی کار میکنم؟ روی کارخانگی. کارخانگی را انجام میدم. کارخانگی چی میشد؟ Die Hausaufgaben. Die Hausaufgaben. خب الان جمله را با صدای بلند بخوان. آفرین. Ich mache heute zu Hause die Hausaufgaben. ببینیم یک نکته دیگه درباره نوشتن. جمله را با حرف بزرگ همیشه شروع میکنیم. کلماتی که آرتیکل داشت، اسمایی که آرتیکل داشت با حرف بزرگ نوشته میشه. Hause، das Haus آرتیکل داره. zu Hause، Haus با حرف کلان نوشته میشه. یا die Hausaufgaben، کارخانگی ها، آرتیکل داره با حرف کلان نوشته کنیم. اگر میخوایی که آلمانی را به شکل درست و خوب یاد بگیری، به این نکاتی که براتون میگم همیشه متوجه باش، یعنی توجه کن. Die Hausaufgaben با حرف کلان نوشته میشه چون آرتیکل داره. در کسایی که در امتحانات شرکت میکنیم بر شما بسیار مهم است که باید به همین شکل نوشته کنیم. اسامی آرتیکل دار با حرف بزرگ، چون در ایمیل ها باز نمره شما کم میشه به خاطر. جمله بعدی را نوشته میکنیم. جمله بعدی ما هست من امروز در خانه موسیقی گوش میدهم. من امروز در خانه موسیقی گوش میدهم. ببینیم من اگر هر دم بگم تخته را نوشته کن، وقت ویدیوم طولانی تر میشه. تخته را دیگه خود شما بعد از اینکه من مثال نوشته میکنم نوشته بکنیم. جمله را که گفتم اگر نوشته کردی ویدیو را ادامهش ببین، اگر نکردی کوشش کن که جمله را نوشته بکنی. گفتیم من امروز در خانه موسیقی گوش میدم یا آهنگ گوش میدم. در این جمله فاعل ما چی است؟ گفتیم با فاعل شروع میشه. جمله فاعل چی است؟ کی موسیقی گوش میده؟ من. ich. فعل ما چی است؟ گوش دادن. hören. قبلا کار کردیم. من گوش میدهم. ich höre. من امروز گوش میدم. چی میشه؟ ich höre heute. ich höre heute. در کجا گوش میدم؟ در خانه. در خانه چی میشد؟ دوباره نوشته میکنیم zu Hause. چی را گوش میدیم؟ موسیقی را. موسیقی چی بود؟ موزیک. موزیک نه. دی موزیک بود. گفتیم که با آرتیکلش حفظ کنیم همیشه. دی موزیک. آرتیکل اسم همیشه در جمله نوشته بکنیم یا اسم همیشه با آرتیکلش نوشته میکنیم. Ich höre heute zu Hause die Musik. من امروز در خانه موسیقی گوش میدم. این را نوشته کن. خب جمله بعدی را نوشته کن. تو حالا در آشپزخانه یک چیز پخته میکنی یا میپزی. تو حالا در آشپزخانه یک چیز میپزی. کوخن آشپزی کردن، پختن. jetzt حالا در آشپزخانه چی میشد؟ in der Küche. نوشته کردی؟ جمله را ویدیو را استاپ کن، جمله را بنویس. دیگه این گپ را نمیگم، فقط هم که گفتم بنویس. ویدیو را خودت اتوماتیک استاپ کن. کسایی که میخواین درس ها را با ما ادامه بدیم و جمله را نوشته کنین، باز ادامهش دوباره میبینیم. خب تو حالا در خانه آشپزی میکنی. تو چی میشد؟ دو. کی آشپزی میکنه؟ تو. و فاعل ما هم تو است. دو. فعل ما چی است در این جمله؟ کوخن. نظر به ضمیر دو صرف بشه چی میشد؟ کوخست. دو کوخست. استی می آمد در آخر.
دو کوخست. اوکی. زمان ما چی است؟ حالا. تو حالا آشپزی میکنی. دو کوخست یتس. در کجا؟ مکان ما چی است؟ در آشپزخانه. این der Küche. Du kochst jetzt in der Küche. مفعول ما چی است؟ etwas. یک چیز پخته میکنه. یک چیز، عمل روی یک چیز که انجام میده مفعول ما میشه یک چیز. نوشته میکنیم etwas. Du kochst jetzt in der Küche etwas. تو حالا در آشپزخانه یک چیز درست میکنی یا یک چیز میپزی، یک چیز پخته میکنی. مثال را هم نوشته کن. جمله بعدی را نوشته کن. فارسیش بنویس، بعض آلمانیش نوشته کن. او امروز در فرانکفورت گوشی را یا تلفن را میخرد. او امروز در فرانکفورت تلفن را میخرد. خریدن میشه kaufen. kaufen میشه خریدن. das Handy میشد گوشی. خب در این جمله فاعل ما چی است؟ کی میخره؟ او. او میتونه اوی مرد میگیم به عنوان مثال. اوی مرد چی میشد؟ ایا. او میخرد. فعل صرف شده میایه. فعل ما از خریدن. ایا kauft. برای از اینکه فعل صرف میکردیم مصدرش حذف میکردیم. اول ریشه میمان، ریشه را نوشته میکردیم، نظر به ضمیر خود صرف میکنیم. برای ای ت در آخر میامد kauft. چی وقت میخره؟ امروز. امروز چی بود؟ heute. او امروز میخرد. kauft heute. در کجا میخره؟ مکان ما چی است؟ فرانکفورت. او امروز در فرانکفورت میخرد. میگیم kauft heute Frankfurt. چی را میخره در فرانکفورت؟ گوشی را. گوشی چی میشد؟ das Handy. هندی نه، das Handy. او امروز در فرانکفورت گوشی را میخرد. kauft heute in Frankfurt das Handy. به این شکل نوشته میکنیم. جمله آخر خود نوشته کنیم. und به معنای و. und به معنای و. نوشته کن ما در آلمان کار میکنیم و زندگی میکنیم. ما در آلمان کار میکنیم و زندگی میکنیم. خب جمله را نوشته میکنیم. فاعل ما در این جمله کی است؟ چی است؟ کی زندگی میکنه در آلمان و کار میکنه؟ ما. wir. زندگی کردن چی بود؟ leben. leben اگر بخوایم نظر به وی صرف کنیم یا همون شکل میمونه یا هم میتونیم بگیم که ما صرف کردیم شد leben. wir leben. خب ما زندگی میکنیم. فعل ما آمد. دو فعل داریم اینجا و گفتیم کار میکنیم. ما زندگی میکنیم و und arbeiten کار کردن میشد. und arbeiten در کجا؟ در آلمان. in Deutschland. in Deutschland. Wir leben und arbeiten in Deutschland. و همین سادگی میتونیم که ما جمله خود بسازیم. در این جمله زمان و مفعول نداشتیم. و همیشه که یک جمله زمان نداشته باشه میتونه که مکان نداشته باشه، میتونه که مفعول نداشته باشه. بعضی از اوقات ما در آلمان زندگی میکنیم و کار میکنیم. Wir leben und arbeiten in
دویچلند. خب به پایان این درس هم رسیدیم. اگر میخوای که زبان آلمانی را درست و ساده یاد بگیری، حتما ویدیوی معرفی دوره فراتر از یوتیوب پرایم آلمانی را ببین تا بتوانی به درستی از دوره ما استفاده بکنی. تا درس بعدی، خدا نگهدار.